دوستان عزیز، امروز به منزلگاه گذر کردیم. خواستم اما حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بهر شما برسانم که یکی از دامادهای جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم، عثمان غنی میگویند، عثمان ذوالنورین میگویند رضی الله عنه، که دو دختر جناب پیامبر در نکاح خود داشت. اون حضرت وقتی که به منزلگاه داخل میشید، شاید به جنت البقیع بود، همه قد گریه میکرد که صاحب کتاب میگه رش مبارکش تر میشید. به حضرت گفتن یا عثمان، وقتی که دوزخ ذکر میکنن، قیامت ذکر میکنن، گریان نمیشه؟ وقتی که به قبرستان داخل میشه گریان میشه؟ گفت من از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیامبر میگوید این قبر برای بعضی انسان ها روضه از روضه های جنت می شود و برای بعضی ها چاه از چاه های دوزخ می شود. میگه این کلمات ها می گفت و آنقدر گریان میشه که ریش مبارک تر میشید. به همه خاطر دوستان عزیز، در هر کجا که باشد به منزلگاه های خود نظر کنید، گذر کنید تا که قلب های شما نرم شود. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. نه نگوید ای بدخویش، هم به خود بد کردی و هم به خویش. این که می خستی و می خفتی، زن و مال و فرزند می گفتی. بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چه خواهی گفت. دوستان عزیز، این قبرستان جایی هست که خرد و کلان خواب هستند. این قبرستان جایی هست که بای و کمبغل خواب هستند، یاش و پیر و جوان همه خواب هستند. به همین خاطر روزی از روزا من و تم بر اینجا، خانه من و تم بر اینجا می آید. به همین خاطر دوستان عزیز، در هر کجا که باشید مرگ خود را فراموش نکنید، به این منزلگاه ها نظر کنید تا که قلب های شما نرم شود. از الله متعال خواهانی هستم که همه این اهل قبرستان و همه جمیع مؤمن ها را مغفرت کند و همه ما مسلمان ها را بیداری برای طاعت بندگی و توشه آخرت را تیار کردن الله موفق بگرداند.